سالیوان کاراکتر اصلی کارخونه هیولا به بدترین شکل ممکن کشته میشه. چطوری بچه‌ها؟ محمد باساوم بعد مدت‌ها با یه تئوری خیلی خفن راجع به انیمیشن ها اومدم. کلا تا الان هر چی تئوری راجع به هر چی انیمیشن بهتون گفتم، همه رو بریزیم دور که با دارک ترین و تاریک ترینش اومدم. آقا توی انیمیشن کارخونه هیولا از اول یه بحثی مطرح بود، اونم این بود که هیولاها نباید با انسان‌ها ارتباط بگیرن، چون که آدم‌ها موجودات وحشی و جنایتکاری ان و میتونن آسیب‌های شدیدی به اینا وارد بکنن. منتها توی انیمیشن کاراکتر اصلی این داستان که سالیوان باشه میاد میره با یه بچه آدمیزاد دوست میشه و صمیمی میشه و یه جای دیگه اصلا عاشق و دیوونه هم میشه. یه جایش یه نکته خیلی مهمی داره. رندال که شخصیت منفی این انیمیشنه، یه جایی میاد یه حرف خیلی حق میزنه، میگه که اگه آدما دستشون به شما برسه میان تو رو میکشن، پوستتو میکنن و ازش به عنوان روکش توالت استفاده میکنن. سالیوان برمیگرده بهش میگه که حرفت خیلی غیر منطقی. اما شرکت پیکسار میاد چند سال بعد یه انیمیشن کوتاه 7 دقیقه‌ای به اسم پارتیسوس رکس میسازه و توی